خب سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان و عزیزانی که در این نشست حضور دارن و خوشحالم که در خدمتتون هستم. بحثی که من امروز دارم در خصوص مرتبط کمی هست با بحثی که دوست قبلی ارائه کردن در رابطه با اعتراضات پاییز 1401 که البته به نظر من و بنا بر داده‌هایی که مطالعه کردم فراتر از یک اعتراض زنانه و فمینیستی بوده. خب اعتراضاتی که سال 1401 اتفاق افتاد یکی از پردامنه ترین اعتراضاتی بود که در چند دهه اخیر رخ داد و محل بحث و توجه بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران و عموم مردم در واقع قرار گرفت و حدود 3 ماه و شاید بیشتر از 3 ماه شهرها و استانهای مختلفی در کشور رو در بر گرفت. اگرچه برخی انگیزه های مربوط به این اعتراضات رو بحث‌های زنان عنوان می‌کنند، ولی گستره جغرافیایی این اعتراضات که محدود به یک شهر یا چند شهر مشخص نیست باعث شد که من بخوام این مسئله رو بیشتر بررسی کنم و به این مسئله پاسخ بدم که آیا اول از همه اعتراضات زنانه بوده یا نه و انگیزه های معترضان در واقع در عوامل شکلی این اعتراضات چه مواردی بوده. اگه موضوع بدید به من شاید از همینجا خودم راحت‌تر بتونم. متشکرم. این یه ذره خب من توی کاری که خب کردم عمدتاً با تحلیل داده‌های آنلاین که توضیح میدم روشم رو کار رو انجام دادم. از همون لحظه‌ای که خبر مرگ مهسا امینی منتشر شد ما شاهد واکنش‌های بسیار گسترده‌ای توی فضای آنلاین بودیم و توی بازه 4 روزه، یعنی از چهارشنبه 23 شهریور که خبر کما تازه منتشر شده بود که مهسا امینی به کما رفته از عصر روز چهارشنبه تا 26 شهریور 360,000 توییت با حدود 11 میلیون لایک توی فضای توییتر منتشر شد و توی اینستاگرام هم به همین ترتیب صدها هزار پست و استوری توی این بازه زمانی منتشر شد و در تلگرام هم به همین ترتیب در واقع میلیونی بود بازدیدهای مطالب تلگرامی راجع به کما رفتن مهسا امینی و بعد مرگش. و سرانجام این اعتراضات یعنی به صورت خیلی جدی‌تر و خود در واقع سازمان یافته اولین بروز و ظهور جدیش در روز دوشنبه 28 شهریور ماه بود که در بلوار کشاورز نمایان شد. وجه در واقع جنبشی اون و حضور فیزیکی اون در واقع شهر و اشغال خیابان و در این قالب‌ها در واقع از فضای آنلاین به فضای واقعی در واقع این اعتراضات منتشر شد. و به خاطر همونطور که گفتم به خاطر اینکه به دنبال مرگ مهسا امینی و بحث گشت ارشاد و اعتراض به قوانین اجبارآمیز حجاب و اینها در واقع شروع این ماجرا بود، خب این تصور ایجاد شد که این اعتراضات زنانه و فمینیستی است، ولی همونطور که گفتم گستره جغرافیایی و پیچیدگی این و حتی اینکه بعد خیلی سریع از در واقع ما شاهد تجمعاتی در خارج از کشور هستیم در اعتراض و در حمایت از مردم معترض. به نظر میاد که باید یه ذره در مورد این تردید بکنیم که این گستردگی جغرافیایی هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران باید ما رو باید دلایلی فراتر از در واقع دلایل زنانه و فمینیستی داشته باشه. بنابراین پرسش که من تلاش کردم بهش پاسخ بدم اول از همه این بودش که انگیزه های معترضان چی بوده و این رو بر اساس محتوایی که خودشون منتشر کردن در واقع سعی کردم که این انگیزه ها رو نشون بدم و دوم اینکه پراکندگی جغرافیایی این اعتراضات به چه صورتی بوده و این پراکندگی جغرافی داره به ما چه اطلاعاتی میده. خب برای این کار ابتدا من اومدم توییت هایی که با کلیدواژه برای شروع شده بود رو تحلیل کردم. در بازه 29 شهریور تا 6 مهر ماه اگر خاطرتون باشه این هشتگ برای در واقع هشتگ اصلی توییتر فارسی بود در اون دوره و من توییتر رو به عنوان جایی که توش در واقع معترضان بیشترین کنشگری داشتن و بیشترین کنش اعتراضی آنلاین رو داشتن در نظر گرفتم توی بحثم. و بعد از در واقع این توییت های برایی که شروع شد بعد از روز 6 شهریور تازه اون آهنگ شروین حاجی پور با همون آهنگ معروف برایی اومد در واقع و همونطور که شما اینجا تو نمودار هم می‌بینید اوج توییت هایی که با کلیدواژه برایی بوده قبلش بوده، روز 2 مهر ماه بوده و بعدشه که داره شروین این آهنگ رو میخونه. من تا قبل از دوره‌ای که شروین آهنگش رو بخونه رو بررسی کردم چون که اون موقع بیشتر داره دیدگاه
کاربران معترض رو نشون میده. بعدش دیگه در مورد خود این آهنگ خیلی وقت خیلی صحبت کردن و اینا دیگه از بحثی که از این که من ببینم بخوام تحلیل محتوا کنم انگیزه های کاربران معترضی که خیلی هاشون هم اعتراضاتشون در خیابان رو هم توی فضای توییتر روایت میکردن چی بوده فاصله میگیره. 4000 توییتی که بیشترین لایک رو در این خصوص داشتن رو من بررسی کردم. نکته ولی مهم اینه که این 4000 توییت در مجموع بیش از 20 میلیون لایک گرفتن توی این دوره زمانی. بنابراین درسته که عدد کمه ولی حجم موافقتی که با این 4000 توییت شده زیاده و به یه معنا داره اون پشت یعنی اون انگیزه ها رو شاید بهتر داره نمایان میکنه، چون کاربرانی هم که حتی ممکنه توییت نزده باشن، کنشگری نکرده باشن، رو داره خواسته ها و انگیزه هاشون رو نمایان میکنه. و البته من این توییت ها رو با روش تحلیل محتوای آشکار یا تحلیل محتوای کمی تحلیل کردم. تا به پرسش اول پژوهشم پاسخ بدم. پرسش دوم رو هم از طریق تحلیل اطراس جغرافیایی اعتراضات در واقع سعی کردم که پاسخ بدم، بدین صورت که من کانال تلگرامی وحید آنلاین رو به عنوان کانالی که تلاش کرده روایت‌های دست اول از اعتراضات در مناطق مختلف در ایران و خارج از ایران ارائه بده و حتی چون من سعی می‌کردم دقیق در حین همون دوره این بحث رو مطالعه بکنم، حتی اطلاعاتی که ممکن بودش که غلط باشه رو یا حذف می‌کرد یا بعد حتی اصلاح می‌زدش که این اطلاعات درست نیست. با این مفروضم این بوده که دقت خوبی در انتشار محتوا داشته این کانال، در انتشار محتوای اعتراضات منظورمه، با دقت خوبی اعتراضات رو بررسی کرده. محتوایی که در اون دوره اعتراضات در این کانال تلگرامی منتشر شده رو اومدم باز تحلیل کردم و در واقع بر اساس اینکه توی این محتوای توی این دوره 2-3 ماهه اسامی هر شهر و استان چند بار تکرار شده، باز با این مفروض که هر چقدر تعداد خبر راجع به در یک استانی بیشتر باشه، تعداد خبر در مورد اعتراضات احتمالاً شدت اعتراضات اونجا بیشتر بوده، این رو تحلیل کردم. بخوام اینجا مثال بزنم منظورم رو، یعنی اگر که در مورد یک استان ما کلا 20 تا خبر داشتیم و در مورد یک استان 200 تا خبر داشتیم، این رو من نتیجه گرفتم که پس اونجایی که ما 200 تا خبر داشتیم احتمالاً شدت اعتراضات بیشتر بوده که منجر به این شده که 200 تا خبر داشته باشیم در قیاس با اونجایی که 10 تا یا 20 تا خبر داشتیم. و دسته‌بندی که انجام دادم استان‌ها و مناطقی که بیش از 200 بار در واقع خبر اعتراضی در مورد خود یا استان یا شهر یا حتی محله‌شون، چون تو تهران حتی این رو میشه به تفکیک محلم تفکیک کرد، حتی نتیجه گرفت که کدوم محله ها اعتراض توش بیشتر بوده. در واقع اونجایی که بیش از 200 بار خبر در موردشون اومده بوده تو این کانال رو با استان‌های با شدت اعتراض بسیار زیاد، استان‌هایی که بین 100 تا 200 بار بوده با شدت اعتراض زیاد، بین 50 تا 100 بار متوسط، 30 تا 50 بار کم، 10 تا 30 بار خیلی کم، و استان‌هایی که کمتر از 10 بار کلا خبر تو این دوره 2-3 ماه در موردشون اومده رو با استان‌هایی که اعتراض توش ناچیز بوده این رو دسته‌بندی کردم. خب حالا بر اساس این دو روشی که گفتم داده ها و یافته های ما چی رو میده؟ کاش میشد یه چراغ خاموشه، چون چیز بعدی که دارم تصویرش گویاتر خواهد بود اگر که این نور نباشه. متشکرم. اولا که توی این 4000 توییتی که با کلیدواژه برای تحلیل شد، اول از همه کلیدواژه ایران بیشترین تکرار رو داشته توی توییت ها، یعنی نه کلیدواژه زنان و دختران، نه کلیدواژه ایران بوده که توی این 4000 توییتی که با کلیدواژه برای بوده و گفتم در مجموع اینها 20 میلیون لایک گرفتن، بیشترین در واقع تکرار رو داشته که نشون میده احتمالاً مسئله اینجا اول از همه مسئله ایرانه در واقع، حداقل از دید معترضانی که در توییتر داشتن مواضعشون رو می‌نوشتن و کسانی که داشتن لایک می‌کردن. البته این پرانتز رو باز کنم که 20 میلیون لایک روزانه معادل 20 میلیون نفر یا حتی 20 میلیون اکانت نیست، ولی به هر حال تعداد قابل توجهی رو میتونه شامل بشه. دومین کلیدواژه پرتکرار کلیدواژه زندگی بوده، یعنی باز کلیدواژه دوم ما کلیدواژه زنان یا دختران نیست، بلکه کلیدواژه زندگیه که به یه معنا میتونه این رو به ما نشون بده که مسئله اصلی اینجا زندگی و آن هم در ایران بوده. بعد از اون سومین کلیدواژه ما کلیدواژه دختر رو داریم و بعد آزادی، پدر، دانشگاه، دنیا و مادر. این پرتکرار بودن کلیدواژه پدر و مادر اینجا باز به نظر من خیلی معنادار و مهمه، به خاطر اینکه نشون میده که اون حالا چه فرقی، چون توی توییتر خب ایرانیان خارج از کشور هم هستن و اونا دارن در واقع نظراتشون رو در قالب لایک یا توییت در واقع بیان و ابراز میکنند. این پدر و مادره باز نشون از اون دغدغه داره، یعنی من بخوام همه این کلیدواژه‌های پرتکرار رو بخوام یه نتیجه ازش بگیرم که این کاربران و که در واقع در قالب این توییت ها و لایک ها نظرشون ابراز کردن خواهان یک زندگی آزاد،
آرام در ایران برای خودشون و پدر و مادرشون بودن. این دغدغه فقط خودشون رو هم نداشتن، دغدغه پدر و مادرشون رو هم در واقع داشتن. و بحث حتی دانشگاه رو ما اینجا داریم، بحث حالا آزادی رو داریم و مجموعه اینها داره اون انگاره ذهنی که در واقع شاید در میان کاربران معترض بوده رو نشون میده که ازش چه نتیجه‌ای میشه گرفت. نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که همین بحثی که شاید در عنوانم هم هست که این اعتراضات و این در واقع انگیزه معترضین یا به معنی دیگه مطالباتی که معترضان داشتند فراتر از یک مسئله زنانه و فمینیستی بوده. البته که ما اونجا کلمه دختر و یا زنان رو هم پرتکرار داریم، ولی کلماتی که پرتکرار بودن مثل خود ایران، مثل زندگی و کلمات پرتکرار دیگری که در کنارش هست، اینها مجموعاً این معنی رو به ما میرسونه که این تصویر رو میده که مسئله فراتر از در واقع زنان بوده. هرچند که اون هم اینطور نیستش که بخوایم اون رو تقلیل بدیم، اون هم حتما بخش مهمی از خواسته ها و مطالبات معترضان بوده، ولی خواستشون فراتر بوده. باز اگر دقت بکنیم کلیدواژه مهاجرت از کلیدواژه پرتکرار بوده. خب دغدغه مهاجرت دغدغه پررنگیه در میان بسیار از جوانان و مردم، چه اونهایی که در ایران هستن و چه اونهایی که خارج از ایران هستن. ولی مسئله مهاجرت یک مسئله زنانه نیست. و جالبش حالا اینجا بود که مهاجرت بیشتر از سربازی، خواهر بیشتر از برادر و واکسن بیشتر از اینترنت به کار رفته بود. باز کلمه واکسن تکرارش یعنی تلخی دوران کرونا و مرگ و میری که ناشی از تأخیر واردات واکسن به کشور اتفاق افتاده. باز یک نسبتی داره با اون زندگی و مفهوم زندگی خواهی اینجا برقرار میکنه. بنابراین وقتی ما این توییت ها رو که در واقع بیانگر مطالبات، انگیزه ها و خواسته های کاربران معترض هست رو تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم یک پیوندی با اون مفهوم زندگی بیشتر داره تا مفهوم زنانه. البته که باز تاکید می‌کنم اون رو نباید تقلیل داد، اون هم بخش مهمی از این در واقع داده ها بوده، ولی فراتر، برای هم کلمه فراتر رو من دارم به کار می‌برم، ولی این مطالبات، این اعتراضات فراتر بوده، محدود به مسائل زنان نبوده. این موز چرا خوب اومد. این حالا ابر کلماتی هستش که از همین توییت ها در واقع به دست اومد که من چون توضیح دادم روش دیگه وای نمیستم. میبینید دیگه کلمه ایران رو میبینید در واقع اون وسط بزرگ هست، حتی کلماتی مثل بچه و اینها هم هست که یا هشتگ که حالا دیگه بحث ما نیست. من کلیدواژه مهسا امینی رو هم کلا از این اون بیشترین تکرار رو به من داشت، ولی خب چون هشتگ مهسا امینی هر کسی می‌خواست هر چیزی بنویسه هشتگ مهسا امینی رو به کار می‌برد، برای همین اون رو توی این ابر کلمات نیاوردم. خب بپردازیم به بخش دوم یافته هایی که من داشتم که اون بخش داده های تلگرامی هست. این نقشه‌ای که می‌بینید اطلس جغرافیایی اعتراضات ایران هست بر اساس داده هایی که خدمتتون توضیح دادم که من به چه نحوی تحلیل کردم. بر این اساس استان‌های تهران و کردستان توشون بیشترین اعتراضات و شدیدترین اعتراضات صورت گرفته. بعد از اون استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، فارس، البرز، آذربایجان غربی، گیلان و مازندران اعتراضات توش زیاد بوده. بعدش استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و خوزستان اعتراضات متوسط بوده. بعدش استان‌های کرمان، بوشهر، مرکزی و قزوین اعتراضات کم بوده. این که مثلا مرکز تو پارانتز نوشتم عراق، چون که خیلی از این در واقع محتوا با کلیدواژه عراق اومده بوده، نه استان مرکزی، ولی من این رو در واقع معادل همون استان مرکزی در نظر گرفتم. استان‌هایی که خیلی کم بوده اردبیل، قم، یزد، همدان، زنجان، هرمزگان، بندرعباس، ایلام، لرستان، گلستان و چهارمحال بختیاری که اینا توشون خیلی کم بوده و 4 استان داشتیم که تقریبا توش اعتراضات خیلی ناچیز بوده، تقریبا اعتراضی اصلا نداشتیم که 4 استان سمنان، کهگیلوی بره احمر، خراسان شمالی و خراسان جنوبی بودن. این در واقع اطلس جغرافیایی اعتراضات هستش که به ما نشون میده پراکندگی اعتراضات کجا بیشتر بوده و کجا کمتر بوده. اولین نکته که به ما داره میگه این در واقع اطلس جغرافیایی اینه که مسئله وابسته هرچند که جمعیت میتونه روی در واقع شدت اعتراضات تاثیر بذاره، ولی مسئله لزوما وابسته به جمعیت نیست. یعنی ما در استان‌هایی داریم که توشون جمعیت کمتری هستن، ولی از استان‌هایی که به مراتب بیشتر پرجمعیت هستن اعتراضات توشون بیشتر بوده. مثلا فرض کنید استان‌های اصفهان یا آذربایجان شرقی از جمله استان‌های پرجمعیت ما هستند، ولی در قیاس با کردستان یا سیستان و بلوچستان که جمعیت کمتری دارن توشون اعتراضات کمتری اتفاق افتاده. بنابراین مسئله جمعیت نمیتونه طبیعتاً این در واقع پراکندگی جغرافیایی رو توضیح بده. من در مورد این پراکندگی صحبت خواهم کرد، ولی یه نکته دیگه هم میخوام بگم که البته این رو توی مقاله‌ای که شرکتش فرستادم نیاوردم، ولی حتما اگر بخواد چیز بشه خواهم آورد. ببینید این هم گراف همین کاربرای توییتر هست که در دوره
تا 20 یعنی از همون 22 تا 26 شهریور ماه با کلیدواژه و هشتگ مهسا امینی و حجاب اجباری و همه اینها در واقع توییت کردن. حالا اینجا خیلی تصویر دقیق نیست، ولی چیزی که به ما نشون میده اون وسطی که رنگ آبی و نارنجی به هم میرسه تا سمت چپش همه این ور، اینجا حدوداً در واقع کاربران هستن که به نوعی کنش اعتراضی داشتن در قالب توییت یا ریتوییت در واقع. و باز اینجا هم خب اعداد میلیونیه و تقریبا بیش از 90% شبکه رو اینها شکل میدن. نکتهش چیه؟ گروه‌های سیاسی که ما اینجا شاهدش هستیم، گروه‌های سیاسی که ممکنه در نسبت با زنان وقتی در واقع از زنان درمشون سوال بپرسیم خیلی اینها رو در واقع قبول نداشته باشن یا اینها هم خیلی دغدغه زنان نداشته باشن. مثلا ما اون وسط در واقع وحید اشتری داریم می‌بینیم که بعداً هم در مورد نیکا کرمی خب یه سری توییت‌های دیگه‌ای داشت، ولی اونجا توی این سمت قرار گرفته در واقع. یا یه سری از کاربرای اصلاح طلبی رو می‌بینیم که هیچ وقت ممکنه در توییتاشون مطالبات زنانه در واقع مطرح نکنن یا خیلی کم مطرح بکنن، ولی اونا رو داریم توی این سمت معترضان می‌بینیم. و انواع گروه‌های دیگه‌ای که اینجا هستند و عرضم به خدمت شما که نشون میده گروه‌های سیاسی درگیر در این مسئله هم اولا که خب کامل مشخصه گروه خیلی خیلی اقلیت داریم که اون نارنجای سمت راست گراف هستن با یک گروه کاملا اکثریت از متکثر و متنوعی از گروه‌های سیاسی که همین گروه‌های سیاسی درگیر در این مسئله هم به نظر من باز یک نشانی از این هستش که گروه‌هایی که داشتن اعتراض می‌کردن صرفاً مسئله‌شون زنان هم بوده، ولی فراتر از مسائل زنان اینها در واقع اعتراض می‌کردن. اگه بخوام بحثم رو جمع‌بندی بکنم که به وقتی هم که دارم پایبند بمونم، هرچند که همین حالم گذشته، ببینید مجموعه این داده‌هایی که اینجا من ارائه کردم و تو این پژوهش ارائه شد چند تا نکته رو داره به ما میگه. اول از همه این که بله دغدغه‌های زنانه و فمینیستی پررنگ بوده توی این اعتراضات، ولی محدود به این نبوده و مطالبات و خواسته‌ها و اعتراضات فراتر از در واقع این مسئله بوده. و اطلس جغرافیایی این داده‌ها داره این رو به ما نشون میده و همچنین گروه‌های سیاسی که دارن اینجا مشارکت میکنن. خب اگر که فقط مسئله زنان نبوده پس دیگه چه مسائلی اینجا بوده؟ ما در واقع بخوام در مورد هر دو تاش بگم، اول از همه در مورد همون جنبه‌های فرهنگی یا جنبه‌های زنانه مسئله اگه بخوام بگم، توی در واقع 5 تا استان تقریبا بیشترین اعتراضا رو ما داشتیم. تهران، سیستان و بلوچستان هم خیلی زیاد بوده، ولی مسئله سیستان و بلوچستان کلا چیز دیگری بوده، با تأخیر اصلا وارد اعتراض شده. محرکی که توش اعتراضا رو ایجاد کرده یک در واقع مسئله دیگه بوده. برای همین من سیستان و بلوچستان رو اینجا استثناء دارم می‌کنم در تحلیلم. و اگر سیستان و بلوچستان رو استثناء بکنیم 5 استان تهران، کردستان، البرز، گیلان و مازندران رو داریم که اینجا بیشترین اعتراضات توشون اتفاق افتاده. خب داده‌های دیگه ما داریم که میگن که این استان‌ها به لحاظ مذهبی در واقع گرایش‌های مذهبی تر کمتری توشون هست. من یه مقایسه کردم، حالا باز اینجا نیاورم ولی خواهم آورد توی کار نهاییم. مثلا در قیاس با تقویم رسمی که روز زن در تقویم رسمی ایران، توی این استان‌ها دغدغه کمتری نسبت به حساسیت کمتری نسبت به روز رسمی که به عنوان روز رسمی زن و روز مادر نام نهاده شده هست، در حالی که برعکس توی خراسان جنوبی که یکی از کمترین اعتراضا بود بیشترین توجه به روز زن در قیاس با بقیه استان‌ها رو ما داشتیم. تاریخ رسمی زن که توی دی ماه بودش در واقع. بنابراین اولا اینجا یه ارتباطی می‌بینیم، ولی این ارتباط توی باز برخی از استان‌ها همدیگر رو توضیح نمیده. دلیل دیگه که اینجا حتما در واقع مؤید این مسئله هست و توضیح دهنده این تفاوت هست بحث اقتصاد هست و به یه معنا من اینطور تحلیل کردم، خصوصا مسئله البرز رو به نظر من اینطور میشه تحلیل کرد، شدت بالای اعتراضات توش رو، که در واقع ساکنین استان البرز به حاشیه رانده شده ها هستند. کسانی هستند که در واقع یک زمانی از یک سطح اقتصادی متوسطی برخوردار بودند، ولی به خاطر شرایط اقتصادی که علل خصوص از سال 97 به این سمت اتفاق افتاده اینها به حاشیه رفتن. و ما از داده‌های اقتصادی اینو نشون میده که از سال 97 به این سمت ما در واقع شاهد ریزش طبقه متوسط به در واقع جمعیت فقیر جامعه هستیم. و به نظر من استان البرز این رو به خوبی نشون میده، گروه‌های به حاشیه رانده شده‌ای که هنوز دغدغه‌های فرهنگی دارن، انگیزه‌های فرهنگی دارن، ولی در واقع به حاشیه رانده شدن و از این به همین دلیل دارن یک محرومیتی رو احساس میکنن. و این رو با همون بحث محرومیت نسبی که توی در واقع تحلیل جنبش‌های اعتراضی خیلی وقت اعتراض میشه تبیین کرد. یعنی این محرومیت نسبی که اینا داشتن یک در واقع شرایطی قبلا داشتن و حالا اون امکانات گذشته رو ندارن و در واقع به حاشیه رانده شدن، این هم حتما یکی از دلایل و عوامل مؤثر در اعتراضات و تبیین کننده اون اطلس جغرافیایی اعتراضات هستش که من
خدمتون ارائه کردم. بحثمو جمع‌بندی کنم با همین جمله که بنابراین مجموعه این داده‌هایی که ارائه شد، هم تحلیل انگیزه‌های معترضان و در واقع خواسته‌های معترضان که این اعتراضشون رو در فضای توییتر نشون دادن، حتی اگر تو خیابون نیامده باشن با معترضان همدل بودن و در فضای آنلاین در واقع داشتن حمایت می‌کردن از اینها، هم تحلیل محتوایی که اینا در واقع داشتن و هم عرضم به خدمت شما که اطلس جغرافی اعتراضات که در سطح ملی و در واقع فارغ از فضای آنلاین در فضای آفلاین داره فضا رو به ما نشون میده که حتما مسئله زن و مسائل فمینیستی یکی از محرک‌های اعتراضات بوده، ولی اعتراضات فراتر از این موضوع بوده و در یک کلام به نظر من مسئله زندگی اولویت و در واقع خواست اصلی بوده که توی این اعتراضات دنبال می‌شده. متشکرم.